با سلام خدمت دوستان و همراهان کلکتیو تیوی. همونطور که در سرفصل و عنوان برنامه هم مشخصه، امروز میخوایم که خیلی کوتاه در عرض چند دقیقه در مورد نقش و اهمیت جنبش‌های دانشجویی در اعتراضات اخیر، مخصوصا در اعتراضات اخیر صحبت کوتاهی داشته باشیم. میدونید که الان بیش از 50 روز هست که اعتراضات دوام داره، ادامه داره در ایران و تقریبا میشه گفت که در کلیه دانشگاه‌های ایران اعتراضات به صورت گسترده وجود داره در بسیاری از دانشگاه‌ها و این نشون دهنده بعضی مسائل هست که ما می‌خوایم اینجا با شما این رو در میون بگذاریم و به اهمیت این موضوع تاکید بکنیم. میدونید که جنبش‌های دانشجویی همونطور که البته یک جامعه در درون خودش اولا هم دارای یک پارچگی، علاوه بر اینکه دارای یک پارچگی هستش، یک پارچه هستش، ولی تشکیل شده از طبقات مختلف و اقشار مختلف جامعه. این رو هم به صورت صنفی میتونیم طبقه‌بندی بکنیم، هم به صورت سنی، هم به صورت جنسیتی. ولی خب اونی که ما در حال حاضر در نظر داریم و میخوایم روش تاکید بکنیم خیلی کوتاه این هستش که هر جامعه‌ای به غیر از اینکه علی‌رغم داشتن بسیاری از طبقات، یک طبقه الیت و یک طبقه‌ای که تشکیل شده از اندیشمندان خودش. البته اینجا منظور از اندیشمند اونایی نیستن که مثلا چند تا کتاب نوشتن، 10 تا 15 تا مثلا پروفسور هستن، دکتر هستن. نه، اون الیت میتونه یک دانشجو باشه، اون الیت میتونه یک محصل باشه، اون الیت میتونه یک الیت هستش. درصدی رو از کل جامعه به خودش اختصاص میده، 1%، شاید 0.5%، شاید 2%، بسته اون جامعه. ولی خب در این الیت معنیش چیه؟ الیت معنیش اینه که هر الیتی و یا اون بخش الیت جامعه در هر برهه‌ای از زمان و تاریخ اون جامعه و یا اون کشور در مورد اون مسائل کشور، در مورد اون مسائل و مشکلات و یا سختی ها و یا مشکلات، برون رفت از مشکلات، راه‌های برون رفت از مشکلات فکر میکنه و صحبت میکنه، مقاله مینویسه و یا صحبت میکنه در پلتفرم‌های مختلف و یا اعتراض میکنه و در هر برهه‌ای خودش رو به منصه ظهور میرسونه، یعنی خودش رو به جامعه عرضه میکنه، فکر خودش رو و اندیشه خودش رو به جامعه عرضه میکنه. مثلا در مورد الیت کارگر، مثلا اگر بخوایم صحبت میکنیم که در چند سال اخیر از آبان 98 به این طرف میبینیم که مثلا بسیاری از کارگران که اعتراض دارند به وضعیت حقوق خودشون، وضعیت سخت کار خودشون، اعتراض میکنن و
بهای سنگین این اعتراض رو میپردازند، ولی خب عقب نمیکشند. این یک الیت هستش، یعنی اعتراض میکنه، تحسن میکنه، اعتصاب میکنه و در حالت کلی معترض هست و میخواد که چیزی رو تغییر بده. پس الیت میتونه کارگر هم باشه وقتی که اعتراض میکنه، اندیشمندانه اعتراض میکنه و در مورد اون مسائل جامعهش فکر میکنه. این یک الیت هستش، یعنی طبقه خاص جامعه. میتونه یک شاعر باشه، میتونه یک فیلسوف باشه، میتونه یک نویسنده باشه، میتونه یک دانشگاهی باشه، میتونه یک محصل باشه، حتی میتونه یک دانشجو باشه، استاد دانشگاه باشه، معلم باشه، هیچ فرقی نمیکنه. ولی خب در حال حاضر ما میخوایم از طبقه دانشجو صحبت بکنیم و حرکت‌های دانشجویی، حرکت‌های اعتراضی دانشجویی. حرکت‌های اعتراضی دانشجویی میدونیم که از قبل از انقلاب هم در ایران بوده و به سبب اینکه دانشگاه جای علم‌اندوزی از اسمش پیداش، دانشجو یعنی دانش به دنبال دانش، به دنبال علم در هر رشته‌ای که هستش. در دانشگاه خب فضای سیاسی از اول تا به اکنون در همه کشورها، نه در ایران، در همه کشورها فضای دانشگاه همیشه فضای سیاسی بود. خب البته در کشورهایی که این مختص کشورهای غیر دموکراتیک هم نیست، در کشورهای دموکراتیک هم بسته به وضعیت کشور، بسته به اون حتی وضعیت جهانی که در کل جهان هستش، دانشگاه ها سیاسی میشن. فضای دانشگاه حتی 2 قطبی میشه، 3 قطبی میشه و این نرمال و استاندارد هستش و خط میده به جامعه، به نوعی به جامعه خط میده. اولین حرکت های دانشجو، اولین اعتراضات از دانشگاه ها شروع میشه و در دنیا هم مثال های این چنینی بسیار هستش. مثلا حرکت های دانشجویی که در فرانسه از دانشگاه سوربن اتفاق افتاد و حتی سرکوب هم شد، و یا مثلا حرکت های دانشجویی که در چین اتفاق افتاد در سال 1989 و یا حرکت های دانشجویی که در امریکا رخ داد بر علیه مسائل غیر دموکراتیک روز اون زمان و جنگ ویتنام، مخصوصا در دهه 60-70، دهه‌های 60-70 و در آفریقای جنوبی و دیگر کشورها. خب در ایران هم این مسئول به سابقه هستش. در دوره جمهوری اسلامی، در دوره جمهوری اسلامی مثلا حرکت‌های مخصوصا بعد از جنگ تموم شدن جنگ ایران و عراق، حرکت‌های دانشجویی بسیاری در ایران اتفاق افتاده. به چند تا میشه اشاره کرد. مثلا حرکت دانشجویی که در سال 1374 با مرکزیت تبریز در بخش آذربایجان، در منطقه آذربایجان شروع شد، و یا حرکتی که در سال 1378 به صورت تقریبا میشه گفت سراسری، نسبتاً سراسری، نه به این وسعت ولی نسبتاً سراسری، که خیلی هم سر و صدا کرد، در تهران واقعه کوه دانشگاه رو عرض کنم. حرکت دانشجویی که در باز هم در کشورهای، در بخش‌های مختلف آذربایجان صورت گرفت. در سال 1385 کاریکاتور موهون روزنامه ایران رو عرض می‌کنم خدمتتون. این مثلا یکی از حرکت‌های دانشجویی هست که اول از دانشگاه شروع شد و به بسیاری از به کف خیابون کشیده شد و مردم همراهی کردن. این نکته رو داشته باشید که این رو عرض خواهم کرد، نکته کلیدی در اینجاست. و البته حرکت دانشجویی که در سال 1388، یعنی بخش دانشجویی
این حرکت در سال 88 و قس علی‌هذا تا به اکنون. خب در حال حاضر این رو در نظر داشته باشید. ولی فرق اساسی که این حرکت یعنی اعتراضات اخیر در تقریبا میشه گفت که 50 روز از اعتراضات گذشته، دو ماه هست که از شروع اعتراضات میگذره. از اول از خیابون شروع شد و به دانشگاه ها کشیده شد و دانشگاه ها همراهی کردن. این برعکس میشه. مثلا در سال 1385 این برعکس بود، یعنی اول از دانشگاه شروع شد و به کل جامعه انتقال داده شد و کل جامعه همراهی کرد. یعنی این قضیه زیادم فرق نمیکنه که اول از خیابون شروع بشه و یا اول از دانشگاه شروع بشه. مسئله اساسی این هست که این دوتا یعنی حرکت دانشجویی که در دانشگاه هستش با مرکزیت دانشگاه ها، با حرکت کف خیابون با که در شهرها اتفاق میفته، آیا همراه هستن؟ آیا همدیگر رو همراهی میکنن؟ در حرکت اخیر این رو شاهد هستیم که این همراهی وجود داره و این همراهی بایستی ادامه پیدا بکنه. رژیم نمیتونه هم دانشگاه رو کنترل بکنه، دانشگاه ها رو کنترل بکنه و هم خیابون رو کنترل بکنه. یک مزیتی که هستش و این رو بایستی در نظر بگیریم، از سال 1377-8 یعنی همون قضیه کوی دانشگاه که به کوی دانشگاه هجوم بردن، در زمان ریاست خاتمی قانونی وضع شد که نیروهای نظامی و انتظامی حق ورود به دانشگاه رو ندارن. یعنی در اعتراضات اخیر هم مشاهده کردید که در درون دانشگاه تحصن میشه، اعتراض میشه و نیروهای امنیتی منتظر میشن که این دانشجویان معترض از دانشگاه بیان بیرون و بعد اونها رو دستگیر و یا سرکوب کنن. خب اینجا یک مسئله خیلی مهمی هستش، یک مزیت و یک نکته مثبتی هستش. یک مکان هستش که به صورت قانونی نیروهای جمهوری اسلامی حداقل در این زمان، در این بازه زمانی وارد نمیشن و نمیخوان وارد بشن، چون قانونا اون تجربه تلخ کوی دانشگاه رو دارن. به هر حال این قانونه که وضع شده و این به نفع معترضین هست، به نفع مردم هستش. این رو بایستی در نظر بگیریم که حداقل اگر فشار زیادتر باشه، اعتراضات دانشجویی بایستی به صورت بدون اینکه خدشه‌ای و یا تعللی درش ایجاد بشه بایستی ادامه پیدا بکنه و اون آتیش اعتراضات خاموش نشه و این خیلی مهمه و مردم بایستی خیلی محتاط باشند و گوش به زنگ باشند که دانشجویان و بچه‌هایی که در دانشگاه هستن و دارن اعتراض میکنن اونها را بایستی بسیار چیز بکنن، اولا اعتماد داشته باشن، دوم اینه که اینها رو کمک بکنن و یاری برسونن بهشون و مواظب اونها باشن، چون که میدونید کمی قبل هم اشاره کردم نیروهای امنیتی بیرون دانشگاه منتظر میشن که اونها رو دستگیر بکنن. وقتی که اعتراضی در یکی از دانشگاه‌ها در شهرها وجود داره، مردم به نظر من حرکت بکنن و اون دانشگاه رو، حرکت اعتراضی که در درون دانشگاه هستش، اون رو یاری برسونن و از دستگیری‌های گسترده دانشجویان نیروهای امنیتی رو عقب برونن و اجازه این مسئله رو به نیروهای امنیتی اطلاعاتی ها ندن. این یک مسئله بسیار مهم هستش.
ولی دوم مسئله که خیلی کوتاه در آخر ویدیو میخوام که خدمتتون عرض بکنم، اونم این هستش که خیلی مهم هستش که اقشار مختلف جامعه، یعنی هم اقشار دانشجو و اساتید دانشگاه، همچنین حالا در این اعتراضات ما می‌بینیم که دبیرستان ها و مخصوصا و برخی مدارس راهنمایی هم وارد اعتراض شدن و اعتراض میکنن. معلمان خیلی مهم هستش و البته که کارگران و کارمندان و البته بخش نظامیان، مخالفینی که در بخش نظامیان قرار دارن، اونها به تجربه میبینیم که و دیدیم که در اواخر انقلاب به جمع مردم میپیوندن و این البته تیر خلاصی خواهد بود در رژیم. ولی خب در اوایل کار، اوایل قیام، این طبقات، یعنی طبقات دانشجو، اساتید، محصلین و طبقات کارگر و کارمند خیلی مهم هستند که با همدیگه در ارتباط باشن، هم به صورت صنفی در ارتباط باشن، هم با عرض کنم با قشر محوری جامعه که در کف خیابون هستن ارتباط داشته باشن. این ارتباط به این صورت خواهد بود که تشکیلات های محل محور تشکیل بشه، یعنی هر محله برای خودش یک گروهی داشته باشه، 5 نفر، 4 نفر، 6 نفر، زیاد هم نباشه، بهتره 5-6 نفره، گروه های 5-6 نفره که هر گروه با گروه دیگه که در محله دیگی هست و شاید هر محله یک گروه کفاف نکنه، 2 گروه، 3 گروه، 5 گروه، ولی این گروه ها با هم هماهنگ باشن، ولی با عرض کنم با فاصله و یا مستقل از هم فعالیت بکنن. این گروه ها خیلی بهتر خواهد شد که با اقشار دیگر جامعه، یعنی دانشجویان، حرکت های دانشجویی و حرکت های مخصوصا کارگری در ارتباط باشند و هماهنگ به اعتراض بکنند و تشکیلات و تشکیل اعتراضات رو در هر روز و یا در هر ساعتی از روز و در یعنی از لحاظ زمانی و مکانی هماهنگ بکنن که حرکت‌های دانشجویی که در داخل دانشگاه هستش تنها نمونن و مردم و کلیه همون تشکل‌هایی که محل محور هستن اینا رو کمک بکنند و اینها رو تنها نگذارن. خیلی ممنون که ما رو دیدید و توجه کردید. امیدواریم که این اعتراضات دوام پیدا بکنه، ادامه پیدا بکنه و بتونیم که در آینده نزدیک شاهد یک سیستم دموکراتیک، یک سیستم انسان محور، یک سیستمی که جدایی دین و سیاست رو درش به صورت یک قانون بدون تغییر ناپذیر درش داشته باشه ببینیم و شاهد تشکیلش باشیم. ممنون و تشکر می‌کنم که ما رو دیدید و شنیدید.